سلام، خوش اومدین. اینم یه چیزی که خواستم ازش فیلم بگیرم و ببینیم. این چیزی که رو شیشه میبینید در واقع اینجا دیگه نمیبینید و اینجا هیچ خبری نیست و هرچی هم که هست اینجا من رو نمیدونم از چه طریقی باید بگیرم که این معلوم بشه. خب و وقتی هم میخوایم بپیچیم که این یکی دوربینه سمتی که راهنما زدیم نشون داده میشه. اونجا هم که بهتون در واقع اون جلو هم که حالا یه سری راهنمایی ها اون جلو داره که به کدوم سمت بپیچیم و کجا بریم و چیکار بکنیم و محدودیت سرعت و خود سرعت و اینکه بین خطوط هستیم و همه چی. بعد اینجا خیلی راحته برای اینکه همش رو زمین راهنمایی کردن. بعد اکثریت هم رعایت میکنن، مثل ایران درصد همونه، تقریبا 95% رعایت میکنن. اون 5% هم که رعایت نمیکنن معمولا بگذاریم. بعد اینجا یه سری خیلی جالبی داره، حالا گردش به راست و اینا آزاده. بعد تو بعضی از جا، بعضی از شهرها، بعضی از ایالت‌ها کلاً اصلا سبقت در هر دو طرف آزاده و ولی جالب. ولی این که بین خطا میرن خب خیلی خوبه، ولی بعضی هم نمیرن. این نشون داد یه ماشین از اون طرف ما رد شده رفت. یه سری جالبی داره این ماشینه، مثل خیلی هم ماشینای دیگه. منتها اینجا تقریبا همشون داره، شاید خیلیشون داره. برای هر دفعه یه جالب ازش پیدا. امروز یادم رفت دنده‌شو بذارم تو دنده پارک، در رو باز کردم خودش رفت دنده پارک، برام جالب بود. بعد اینم که اصلا بنزین نمیخوره، تعطیل بنزینش، همش برقیه، ولی خیلی جالبه. باید بریم یکی پنجمی بریم. یه چیز خیلی جالبی هم که داره، این میتونیم موداشو عوض بکنیم. یعنی مثلا الان بذاریم رو حالت اقتصادیش، یه ذره همچین سنگین میشه ماشین، انگار چهارچرخش داره حرکت، این فور ویل درایو میشه، چهارچرخش که حرکت میکنه ولی انگار داره چیز میشه. بعد نرمالش که عادیه مثل ماشینای معمولیه، ولی اسپورتش که میذاری یه دفعه نمیشه جلوشو گرفت. حالا یه ذره من گاز دادم البته، ولی خب خیلی متفاوت میشه و بعد خیلی چیزای جالبی داره. ولی جالب ترینش برام یه چیز دیگه بودش. بذار این تیکه رو رد بکنم من. الان اینجا نشون میده که دارم چیز میکنم، میرم تو خط نارنجی شد. یه دفعه برمیگردونه خودش. اینو میشه فعالش کرد، میشه غیر فعالش کرد، کلا خیلی مزخرف بعضی وقتا. دفعه سرعتت که زیاد باشه یه دفعه برات میگردونه، بعد خیلی ناجوره. ولی خب از اون یه ذره برمیگردونه، ولی خب حداقل امنیتی تو بهت میده نری تو خطای دیگه، چون اینجا اصلا کاری ندارن. خطشون بری یه دفعه دیدی زد نصفت کرد، مقصرم هستی. یه چیز خیلی جالبی که اینجا داره، اکثر چهارراش خیلی یعنی همه چی مرتب و منظمه، ولی این چون نمیمون برو دیگه، یعنی دقیقا از ما فقط برمیاد، بقیهشون همه وای میشه. این وسط یه چیز داره، یه لاین زرد رنگ داره، اگه خطاشو ببینید. این یه منطقه امنه برای راننده ها که شیشه رو دادم بالا صدا. این الان زرده نشون میده برای ماشین. برای اونایی که میخوان بپیچن یا میخوان مثلا دور بزنن، از این خطه میتونن استفاده کنن، از این لاینی که این وسطه. فکر کنم 60 متر میشه رفت توش، یا فکر کنم 60 متر میشه ازش استفاده کرد. خیلی وقتا حتی آدم میبینن که این بود. فکر کنم همین بود، منم بعد میادم. خیلی وقتا دیدم اون وسط وای میسته طرف، خب هیچ کس هم هیچ کاری نداره و اون منطقه همیشه میشه. راستی یه سه جالب رسیدیم در این پمپ بنزین، سیتون دیگه این برای خودم هم خیلی جالب بود.
شاید خیلی جای دیگه هم داشته باشه، ولی اینجا قیمت بنزین خیلی چیزه، هر پمپ بنزین قیمتش متفاوته و هیچ کس هم نیست، یعنی خودت باید بری کاراتو بکنی و بنزینتو بزنی و پرداختتو انجام بدی و خداحافظ. بعد بابا خیلی عالیه، خیلی عالیه. بعد اینجا خودش قیمت کشش، اینکه چجوری پرداخت بکنی، نقد پرداخت بکنی یا با کارت اعتباریت پرداخت بکنی فرق میکنه. خب الان من میتونم بپیچم برم. ما رفتیم که رفتیم. واه چه خبره اینجا. بریم ببینیم که خدا اینو من از این بردارم، بریم رو نقشه‌ای که بهمون میده. اوه ببخشید با این همه شلوغ بلوغی هایی که به وجود اومد، این هم از این جالبه بود دیگه. کجا داریم میریم؟ خب من میخوام از اینجا اصلا برم. صداشو ندارم، نه خیلی هنوز مونده، نه از اینجا نرم که هیچ. آره دفعه اینجا چیز شد، چراغ زد. اوه به اینو نوشته فارسی چلو کباب، خیلی حال میده. آه بوده چی بریم و رفتیم و هرچی دلت اینجا مثل اندرزگاه خودمون از این ماشینای چیز داره، نمیدونم دیدین اصلا یا نه. اینجا مکزیکیا خیلی اهل غذا و اینا، خیلی باحالن، غذاهای جالبی هم دارن. اصلا گفتیم دیدیم این هاشش، اگه بتونم درست بگیرم. آره این مکزیکی ها این غذاهای جالبی داره. خب ما رفتیم تا دیر نشده. خب خدا نگهدار فعلا تا بعد. راستی اگه چیزی به نظرتون اومد بنویسین. بازم میگم ممکنه هر قسمت با قسمت دیگه فرق داشته باشه، هر شهری، هر نمیدونم ایالتی، هر محله‌ای. اگه چیزی به نظرتون اومد بهم بگین، یا اینکه بگین چیکار کنیم اگه چیزی به نظرتون اومد. خداحافظ.